السلام علیکم برادران. ما یک گروه مهاجران تاجی برادران ما 3 ماه شد من اومده همین پال یاده کار میکنه. این همین قوادان 36 نفر در اینجا 30 نفر در دیگه بازار 3 ماه شد نه دکومنت دیدیم نه پاسپورت دیدیم. ما برای خلاصه اومدیم که این مردم همه در 3 ماه همگی 10,000 پول گرفتگیان. مقصد ما به خلاصه اومدیم که به یک همین مراجعت کنیم در مقصد شما خواهش داریم که مردم اگر یگان عدسیون که دستگیری کنیم. آقا شما در کدام شهره؟ این اومدگی من همین خیلی واقعا من این مردم عذاب پول نیست که تو عادل داره جنگ جنجال شهر من پیاده دارم شکایت های برادر من همین یگان پسوزن در پسول یگان تا گپش نمیگذارم. فقط ما باید مراجعت عادل کنیم. بچه های توجیه اگر عدد سال چی کاره بیایم ما را یوردم کنیم بچه ها که ما همیش وزبین ما برویم دکمت اون نگیریم باسی تا به وطن ما برگردیم بچه ها اپو خواهرای خود مونده همجه من پیاده آمده مونده شدن.